چرا بعضی از افراد داخل منزل عصبانی تر و بد اخلاق تر هستند؟ 4 عامل اصلی داره که بررسی میکنیم. 1. خستگی روانی از ماسک اجتماعی. به این معنی که افراد زمانی که وارد جامعه میشن نقابی به روی صورت خودشون میزنن و خود واقعیشون رو در داخل منزل نشون میدن. 2. تخلیه هیجانات سرکوب شده داخل منزل. افراد زمانی که در جامعه قرار میگیرن به خاطر منافع خودشون اون هیجاناتشون رو نشون نمیدن، ولی زمانی که داخل منزل هستن به خاطر راحت تر بودن با اعضای خانواده نشون میدن. 3. خاطرات منفی ناخودآگاه که در دوران کودکی به خاطر سبک زندگی و مدلی که تربیت شدن به این صورت. 4. مورد اینکه از اعضای خانواده انتظار دارن که اونها رو درک کنن و با اونها همدلی کنن. اگر میخوایم سلامت روانی داشته باشیم باید اختلاف بین نقاب بیرون و رفتار واقعی خودمون داخل خونه رو به حداقل برسونیم.